عزیزم من اینجام. وای ادگار، خیلی دلم برات تنگ شده. 50 سال با هم زندگی کردیم. من همیشه با تو هم عزیزم. لازم نیست ناراحت باشی. زندگی تو بکن، خوشحال باش. تا وقتی نوبتت بشه منتظرت میمونم. اونا نمیتونن زیاد بمونن. حرف دلتو بگو خانم هالو. من ممنون مورتیشیا. ادگار تلاشمو میکنم، قول میدم. خانم هالو بلند شد و با یه بغل محکم از مورتیشیا تشکر کرد. ممنون، تو بهم فرصت دادی خداحافظی کنم. بالاخره میتونم آرامش پیدا کنم. باعث افتخارم بود. شما تنها نیستید خانم هالو، ما هممون اینجا کنارتون هستیم. روز بعد که مورتیشیا توی شهر قدم میزد، مردم با یه لبخند گرم بهش سلام میکردن. مورتیشیا، از کاری که برای خانم هارلو کردی خیلی ممنون. کارت برامون ارزشمند. فقط خوشحالم که تونستم کمک کنم. خداحافظی سخته. باید جلوشو بگیرم. لونا درست به موقع رسید تا دختر جوونی که میخواست از درخت بالا بره رو ببینه. اما صبر کن. چی شده؟ این خطرناکه. شاخه ضعیفه. یک کندوی زنبور اونجاست. ممکنه آسیب ببینی. اونا ندیدم. ممنون خانم. اشکالی نداره. بریم یه جای امن‌تر بازی کنیم. ممنونم لونا. دختر کوچولوی ما رو نجات دادی. فقط تونستم ببینم چه اتفاقی ممکنه بیفته. خوشحالم به موقع رسیدم. توانایی تو برای این شهر یه نعمته. خوشحال میشم کمک کنم. و با گذشت هر روز مردم اورگلیمر شروع کردن به پذیرفتن انجمن جادوگران به عنوان بخشی از زندگی روزمره‌شون. مردم شهر که قبلا ترسیده بودن حالا با ترکیبی از کنجکاوی و احترام بهشون نگاه. 4 دوست توی کلبه دنج ویلو جمع شده بودن و درباره ماجراجویی‌های اخیرشون صحبت می‌کردن که صدای در زدن اومد. جادوگرا، پرنسس الارا ما رو به یک شام سلطنتی دعوت کرده. وای چه شیک. ایشون سلطنتی فوق‌العاده است. نمیدونم چرا ما رو دعوت کرده. معمولا اشراف با مردم عادی معاشرت نمی‌کنن. دقیقاً. ولی از طرفی ما مردم عادی نیستیم. ما جادوگران اورگلیمر هستیم. یه چیزی اینجا درست به نظر نمیاد. لونا منظورت چیه؟ هنوز معلوم نیست، ولی فکر کنم فقط یه راه برای فهمیدنش هست. نظر شما چیه جادوگر؟ آره، بیاین ببینیم جریان چیه.